حالا من فاطمه‌م و این اولین ویدیوی یوتیوب منه. تصمیم گرفتم که کمالگراییمو کنار بذارم و بالاخره بگیرم فیلممو. دوست داشتم که تو اتاق جدیدم باشه اولین فیلمم، ولی گفتم که دیگه وقتشه. خیلی ذوق داشتم که اولین ویدیومو بذارم. این ویدیوم آنباکس یه بسته‌ایه که نمیدونم چی توشه، یعنی من چند تا چیز سفارش دادم ولی این خیلی مشکوکه. اولش اینجوری بودم که چه قشنگ دسته داره، اینجوری خوشگله، چه آنباکسینگ قشنگی. ولی دیدم روش نوشته ماکارونی آسا. ماکارونی برام فرستادن، بریم با هم دیگه ببینیم چی توشه. باز شروع شد. آسا رو داریم. چقدر زود تبلیغاتم شروع شد. نه واقعا فکر نکنم تازه فهمیدم چیه اگه باز بشه. باز شد، دیده شود. از این کلاه هاست. من واقعا فکر نمی کردم این باشه. اینو سفارش داده بودم، البته برای خودم نیست، مال خواهرمه. با کیفش. چقدر گوگولی و خوشگله، دوستش دارم. تازه زیپ هم داره. فکر نمی کردم. جنسش رافیاست. اگه بگیره درست. آره خیلی جالبه، دوستش دارم. وای چقدر بگی صدام میاد. باشم شلوار خونگی. خب کلاه بپوشم. این چیه؟ شما بهتر من این چرا گذاشتم. اوکی. این چیه؟ صبر کنیم. حالا یه خورده گشاده، البته اندازه سر من نباید باشه، من سر خواهرم باید باشه. میکنم اینجوری قشنگ تره. خیلی خوشگله. منو ببرین مسافرت. ممنون از ماکارونی آسا. کم سیس بگیرم باش. دوست دارم همه چیشو. جنسش هم واقعا خوبه. حالا اینو ولش کن، تبلیغ نشه. همین ویدیو اولی تبلیغ شروع نکنیم. واقعا نمیخوام تبلیغ بدم اصلا. فقط از یه خانومی که مامانشون این کارا رو انجام میده، قیمتش هم خیلی مناسب بود. فقط واقعا نمیدونستم چی توشه. میخواستم با هم دیگه ببینیم چی توشه. دوستش دارم. فقط اینو بگم که کل اینا شد 1 تومن. هم این و هم این که من و شما میدونیم که فقط کیفش نزدیک 1 خورده ایه، ولی الان که این دوتا با هم دیگه شده 1 تومن. خیلی عجیبه. امیدوارم پربرکت باشن. دوستش دارم. و به شکل عجیبی هم به خدا نمیدونستم چی توشه، اصلا حدسم نمیزدم چی توشه، ولی یعنی که بخوام ست کنم یا لباسم رو باهاش هماهنگ کنم. امیدوارم دوست داشته باشین. خیلی دوست دارم که سابسکرایب کنید و اینکه خانواده‌مون بزرگتر بشه که من بیشتر امید داشته باشم و انگیزه که ویدیوهای خیلی خوشگل و باحال‌تری بگیرم. یعنی کلی ایده تو سرم هست، کلی چیزا بلدم که یادتون بدم. هنوز با من آشنا نشدین. از هر دستم یه هنر پیک میبازی. ولش کن حالا. آره تا ویدیو بعدی. بای. هولا